خونه من از اون خونه هایی بود که میشه اسمشو گذاشت. خونه ایران به گارم. سخن اول این که من پست میخوام اومدم پست بکنم. سوال اصلی هممون اینه که الو همین جوری. مطمئن باش پاشو میخوری. ایشون برنارده همکارم. بذار حرف بزنم رکسان. فرض کن کچل بودم و یه مشکل پوستی داشتم، بازم دوست داشتی با من باشی؟ البته نباید بر اساس رنگ پوست آدم ها راجبشون قضاوت کرد. حالا خیالم را آخه میخوای با این کارات آخرش به چی برسی؟ باورم نمیشه. قصه عشقی که میگم عشق لیلای مجنون. یعنی اولین ویدیو با مهمونامون شمایی. سلام.